جلسه کنفرانس خبری فلیک بعد از بازی مقابل اوویدو. هیچ بهانه‌ای وجود ندارد، اما در هفته‌های اخیر سفرهای زیادی داشتیم. همین هفته نیز بازی بسیار سختی در سرمای شدید پراگ انجام دادیم و بعد به بارسلون برگشتیم. فکر می‌کنم دلیل عملکرد بد نیمه اولمان تا حدودی به این سفرها و خستگی مربوط بوده باشد. اما به هر حال خوشحالم که عملکرد اصلی خود را در نیمه دوم نشان دادیم. گل اول برای تسلط ما بر بازی و برد تأثیر بسیاری داشت. 2 گل از روی فشار آوردن بر روی بازیکنان حریف و پرس کردن آنها زدیم و این همان چیزی است که می‌خواهیم. کانسلو ژائو تازه رسیده است، اما من توانستم توانایی‌هایش را ببینم. او با شدت و تحرک زیادی بازی می‌کند. او با تیم سازگار شده و می‌تواند در هر جلسه تمرینی بهتر شود. کاسادو و برنال 2 بازیکن متفاوت هستند، اما می‌توانند در کنار یکدیگر نیز بازی کنند.